است. احمد ظاهر در تاجیکستان هنگامه شده بود الکه. من از اون هر چیزی که میشوندم میخواستم که مثل او باشم و ترانه‌هاش رو آهسته آهسته در عروسی ها میخوندم، در بزم‌ها میخوندم، در مکتب و در کروژاک‌های صنفی میخوندم و من الکه فکر میکردم که من یک دلداده این هنرمند شده بودم، من عاشق شده بودم، من در دنیای این هنرمند الکه رفته بودم، من بیرون از اون دیگر دنیا نداشتم. دنیای احمد ظاهر برام افسانه بود. 14 ایون زاد روز احمد ظاهر است. او در همین روز به دنیا آمده 33 سال عمر دیده در همین روز از جهان رفته است. سالهای 70 و 80 عصر گذشته او از محبوب ترین آوازخوان‌ها در تاجیکستان بود. سر هر کوچه و خیابان و داخل هر اتومبیل و طربخانه صدای احمد ظاهر به گوش می رسید. جوان‌ها یک مود داشتند. شم‌های کلاش، کرته‌های زرد توری و همان مایکه میگوییم از تگ کرته، همان مایکه‌های پد زده، روی ملچه‌های شلشله‌دار و در دست حتما تایپ که در آن احمد ظاهر میخواند. امری خدا را در دوشنبه هواداران احمد ظاهر با تخلص معلم میشناسند. او 11 سال پیش کسب آموزگاریش را گذاشته و با فروش فیته‌های این آوازخوان شروع کرد. میگوید بیش از 40 سال مخلص احمد ظاهر است و نام او امروز برایش نان میآورد. میان مشتریانش جوانان نیز هستند. در رپرتوار احمد ظاهر میبینیم که به هر نوع مردم گویا احمد ظاهر خوانده است. هم برای عاشقا، هم برای مردمی که عرفانی خواهند. در هر موضوع زندگی احمد ظاهر که خوانده است، بعد از هر یک قشر جامعه شنونده و مخلصای خودشان هم دارند. با مثل امر خدا مخلصان احمد ظاهر در تاجیکستان کم نیستند. الوداع ظاهر کجای بلبل تسکین دلها. اصلی دین بدل خود را شاگردی احمد ظاهر می‌داند، هرچند بار او را ندیده است. در یک جا هزلم باشد نفرا گفتن که ما در وای خواندیم. نفرا گفتن که من اینستان تمام کردم، یک نفر دیگه در پیش فرهنگ گفت که من کنسرواتوری خواندم. من گفتم من در اکادمیا زیاده است، 40 سال زیاد شد میخوانم. گفتم تا بال تمام نکردیم. چی خیلی اکادمی؟ گفتم اکادمی احمد ظاهر ناتمام است. حالا همیتا میره نخوانده میمونه، تمام نمیشه. تا امروز درباره حیات و ایجادیات این هنرمند مقاله ها نشر می شوند و کتاب ها به طبع می رسد. اخیراً کتاب صدای عشق است و دلتنگی سلطان حمد پس از تقریباً 2 سالی در گذشتش در دوشنبه به نشر رسید. او پیشتر هم کتاب و مقاله های زیادی درباره این ستاره شرق نوشته بود. نسل امروزه، جوانای امروزه سیر موفقیت احمد ظاهر را در همین کتاب پیدا کردند که چگونه یک جوان 33 ساله توانست تا 100 سال آخر نه از یادها زدوده می شود نه از یاد وی می رود. هم سروداش هم خودش.
ҳаводоронаш ба ин боваранд ки аҳмад зоҳир беҳтарин овозхони минтақа дар 100 солаи ахир аст. ман фикр мекунам ки аслан пардаи ки пардаи нота мегӯем мо дар мусиқӣ ҳамун адворе ки ба дил наздикӣ дорад ҳамунро пайдо кард, ҳамунро аввал дарёфт ва баъдан бо ҳамин ба дили мо роҳ ёфт, ба дил рафт. ҳамин пардаи дил буд ки аҳмад зоҳир аз ҳамун нота, аз ҳамун адвор пардаи дилро пайдо карду ба дили мардум рафт. вақте ки мегӯям ки ҳунар худододӣ мешавад, дар